هیئت رهبری و اعضای سازمان اجتماعی حرکت ترکمنها با حاجی میرزا علیزاده رئیس و بنیانگذار حزب تغییر و تعبیر در رابطه به همبستگی میان اقوام کشور دیدار و ملاقات نمودند. در این دیدار نورالله عزیزیار معاون اداری و مالی سازمان اجتماعی حرکت ترکمنها از مشکلات و چالش‌های جوانان ترکمن اشاره نموده گفت پیشرفت و ترقی یک جامعه وابسته به جوانان فعال بوده و باید برای جوانان هر گونه زمینه‌های تحصیلی فراهم گردد. به گفته آقای عزیزیار معاون این سازمان، شمار زیادی از جوانان ترکمن در اثر نبود عدالت اجتماعی نتوانسته به خواسته های خویش برسند و در این راستا تاکید می‌کند که باید هرچه زودتر به خواسته های آنان رسیدگی صورت گیرد. از سوی دیگر محمد نعیم خضری معاون سازمان اجتماعی حرکت ترکمنها ضمن یادآوری از مشکلات قوم ترکمن میگوید صلح آرزوی دیرینه مردم این کشور بوده و برای آمدن صلح تمام اتباع این کشور نقش اساسی دارد، اما در پروسه صلح و مذاکرات بین الافغانی هیچ گونه ترکیب قومی در نظر گرفته نشده و در این میان قوم ترکمن به حاشیه رانده شده است. در همین حال حاجی میرزا علیزاده رئیس و بنیانگذار حزب تغییر و تعبیر از حضور مسئولین و اعضای سازمان اجتماعی حرکت ترکمنها اظهار خرسندی کرده و اقدام آنان را در راستای اخذ حقوقش قابل قدر می‌داند. آقای علیزاده قوم ترکمن را یکی از اقوام مبارز کشور دانسته و برای رسیدگی به مشکلات آنان وعده همکاری کرد. همچنان حاجی میرزا علیزاده رئیس و بنیانگذار حزب تغییر و تعبیر خاطر نشان ساخت که زمینه تحصیلی یکی از جوانان قوم ترکمن را در یکی از بورس‌های خارجی فراهم می‌سازد.